از قدیم گفتن کوکی که روش اینجوری ترک بخوره، بافتش هم این شکلی نرم و پنبه‌ای باشه، میتونه برابری بکنه با زولبیا بامیه. به نظر شما چطوره؟ بریم در ادامه درست کردنش رو یاد بگیریم. راستی درست کردن این کوکی ترکدار فوق‌العاده آسونه که از پس همه برمیاد. بریم سراغ آموزشی. سلام، به راهیل شف خوش اومدی. بعد اینکه کره به دمای محیط رسید، شکرها رو بهش اضافه کردم و دخترم اینجا تخم مرغ‌ها رو شکن و من هم وانیل رو اضافه کردم. این مخلوط رو حسابی زدیم با مخلوط کن تا قشنگ کفدار شد و بعدش مواد خشک رو اضافه کردیم که شامل آرد، پودر کاکائو، بیکینگ پودر و یه کوچولو خیلی کم نمک میشه. اضافه کردیم و حسابی مخلوط کردیم تا به یه مواد چسبنده رسیدیم. مواد کوکی 4-5 ساعت باید روش پوشیده بشه و توی یخچال استراحت کنه. وقتی که مواد منسجم شد قلقلیشون کردم و توی پودر قرمز توندم و توی سینی فر با دما و زمان مشخص که توی کپشن برات نوشتم کوکی ها رو پختم. اندازه مواد و تمام نکات این کوکی ترکدار توی کپشن توضیح داده شده. ممنون که تا پایان ویدیو همراه من بودی.